همین مولاد دیگه کارش نیست 24 ساعت در تیک توک هست. ای کاش که 24 ساعت وقت می داشتم برادر عزیز. من اگر وقت می داشتم تمام عمر خودم وقف دین پروردگار می کردم. خب ولی مسئولیت کلان دارم. نون و نفقه زن و فرزنده هست. من کار میکنم، افتکار های میکنم. همون وقت هایی که فارغ هستم در خانه 5 منوت وقتم بیاوم در پند نصیحت های اسلامی او را صرف میکنم. خب مسئولیت خیلی کلان است برادر عزیز. 24 ساعت نه، من تمام عمر خودم اگر وقت داشته باشم وقف دین پروردگار میکنم و در همین تیک توک های، در اینستاگرام های، در یوتیوب های، در همه شبکه ها من فعالیت میکنم. شما همین شبکه های من در بدروی کانال یوتیوبم نصیحت نام داره، اینستاگرامم ابن سعدی 2019، این نصیحت 06 همین تیک توک. در یگان تا همینا بجز نصیحت یگان چیز دیگر میوه. پس شما درک نمیکنه که پند نصیحت کردن و خدمت کردن در دین الله چی لذتی داره. اینا شما درک نمیکنه برادر عزیز. اگر شما اینا درک میکرده با من حق میداده که همیشه در همین صف اول باشم، در همین جاها همیشه پند نصیحت بکنم، همیشه در جان شما بزنم. الله شما را نگهبان باشه. من همه شما را به خاطر الله دوست می‌دارم و دلم به خاطر شما میسوزه، به خاطر برادرها و خواهرهایی که برای غلط میروند، دین الله قرآن و سنت پسی پوش کردن. من به خاطر اینها دلم میسوزه و کوشش میکنم که یک پند نصیحتی که از دست من میبیاید به همین برادرها و به همین خواهرها من برسانم. الله همه شما را حفظ کنه.